چطوری کالری مورد نیاز بدنمون رو حساب کنیم؟ 0 تا 100 آموزش بدنسازی قسمت اول. مرحله اول محاسبه BMR یا همون متابولیسم پایه، یعنی میزان کالری که بدنمون نیاز داره برای زنده موندن بدون هیچ فعالیتی. مثل این میمونه شما کف زمین دراز بکشید و هیچ کاری نخواهید بکنید. به این کالری که ارگان‌ها نیاز دارن تا درست کار کنن رو بهش میگیم BMR. برای به دست آوردن BMR از فرمول میفلین استفاده میکنیم. میریم سراغ مرحله دوم، محاسبه TDEE یا محاسبه کل انرژی مصرف روزانه. توی این فرمول BMR رو ضرب در فعالیت بدنی که انجام میدیم میکنیم. این ضریب یک چارت و استانداردی داره که توی تصویر ضریب‌ها رو میتونید مشاهده کنید. مرحله سوم تنظیم کالری بر اساس هدف شماست. حالا بسته به هدف مقدار کالری رو تنظیم میکنیم. برای تثبیت و حفظ وزن فعلی عدد TDEE که به دست آوردیم همون مقدار رو مصرف میکنیم. برای افزایش وزن اون عدد رو به اضافه 200 الی 1000 کالری میکنیم. برای کاهش وزن اون عدد رو منهای 200 الی 1000 کالری میکنیم. اما سورپرایز اصلی اینجاست که اگه حوصله محاسبه کالری مورد نیازت رو توسط این فرمول ها نداری، یک سایت ایرانی هست که محاسبه‌گر آنلاین کالری داره و فقط کافیه اطلاعات شخصیت رو واردش کنی تا در جا آنلاین کاملا رایگان کالری مورد نیازت رو محاسبه کنه. عدد 11 رو کامنت کن، لینک سایت رو برات دایرکت میفرستم.